درود، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ بچه ها امروز میخوام بهتون حالت سرخ چهره رو بگم. دقیقا تو این زاویه ها حدودا میشه، یعنی مابین تمام رخ که میشه این و نیم رخ، هر زاویه‌ای که بود میشه حالت سرخ. حالا خود سرخ دیگه حالت خیلی زیادی داره، مثل سرخ رو به سمت بالا میشه، رو به سمت پایین میشه، این حالت کج میشه، خیلی زوایاش زیاد هست. یه 3-4 تاشو که یاد بگیرید دیگه با تمرین زیاد میتونید همش رو انجام بدید. یعنی همش هم با تمرین کردن هست. یه خورده باید چجوری بهتون بگم، حالت ذهنی و تجسمیتون قوی باشه. اونم که همینجور که بهتون گفتم با تمرین کردن به دست میاد. بریم هم دیگه حالت سرخ در نمای حالت سرخ روبرو، یعنی دقیقا روبروشو نگاه کنه، با هم دیگه بکشیم. خب طبق رسم همیشگی بچه ها لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، انتقاد، پیشنهاد، ایده بدید، هرچی تو ذهنتونه بگید که ببینم میتونم انجامش بدم براتون یا نه. حتی اگر وقت کنم نحوه ادیت ویدیو و نرم افزارهایی که استفاده میکنم هم بهتون آموزش میدم. تو ایتهای مختلف، مثلا تو ایت عکاسی هم من خودم یه خورده کار میکنم، یه چیزایی بلدم ولی نمیخوام واردش بشم. یه چیز سطحی اگه نیاز داشتید میتونم براتون آموزش رو ثبت کنم و کمکتون کنم. خب طبق معمول ببخشید خورد صدام گرفته، یه دایره میکشیم. این قسمت دایره، نحوه کشیدن دایره بچه ها 2 تا روش من بهتون گفتم. یکی این روش هست، یکی هم روش پرگاری هست. اگر این سختتون بود روش پرگاری رو بکشید. دوباره تاکید میکنم حتما کمرنگ بکشید. خب دایرمون رو که کشیدیم یه خط افقی اینجا میزنیم، یه خط افقی هم این قسمت. این خطه میشه بینی، خط بینی، این هم میشه خط مو. از این قسمت میام یه بیزی میکشم، از این خط تا این خط ارتفاعش میشه ارتفاع بیزیه، کشیدگی صورتمون رو مشخص میکنه و عرضش هم بهمون میگه که نزدیک به حالت تمام رخ هست یا نیم رخ. ارتفاع مشخص میکنیم. این هم خط وسط، این ادامهش میدم میشه خط ابرو. می نویسم اینجا براتون که داشته باشیدش. خب این تا اینجاش ساده هست. از این قسمت تا اینجا 3 قسمت تقسیمش میکنیم. این میشه خط محور. خط محور موازی با این خط هست، میکشیمش. اندازه از این مرکز تا این انتهای بیضیه میشه اندازه بینیمون، همون فاصله اندازه گوش میشه. این اندازه میگیرم میشه اینجا، ببینید 1 ثانیه میشه اینجا، میشه بینی. پایین هم همین رو میگیرم میشه چانه. دیگه برابر گرفتیم. 99% این فاصله ابرو تا بینی، بینی تا چانه تو تمام چهره ها یک اندازه هست. خب بچه ها دقت کنیم، بیزی که اینجا هست این پشت هم هستا ولی ما نمیبینیمش دیگه، ما نمیبینیمش. از این خطه، از این کنار دایره میام به اینجا وصل میکنم، از این بر هم میام به این وصل میکنم. این فاصله کم باشه، این یه خورده بیشتر باشه. این یه خورده قوس داره این خط هم. میام فکش رو میزنم از پشت این خطه
یه خورده شیبدار هست، میاد به چانمون وصل میشه. این تا اینجا. بعد میام گردن رو میکشیم، یه خط شیبدار، یکی همه قسمت یه خورده شیبشون با هم یکی هست، موازیه. تا چانه که رسیدیم این قسمت دور میزنه میشه سرشانه. این بر هم به همین صورت. این شکل کلیش هست، اینو یاد بگیرید اون عریض چهرهش یه خورده راحت‌تر میشه براتون. خب بینی، چانه، 3 قسمت تقسیم میکنم اینا رو، هر کدوم رو 3 قسمت مساوی تقسیمش کنیم اشتباه نشه. این میشه چشم، این میشه لب، این هم که بینی بود. میام کناره صورت رو مشخص میکنیم. از ابرو میارم داخل، میاد بیرون همراه این نقطه میشه گونه، میاد تا خط بینی، دوباره اینجا میاد بیرون، این هم برمیگرده، این قسمت رو دایره ای میکنیم. خب یه خورده این لبه رو بیاریم پایین تر، یه جوری شد. خوبه تا اینجاش خوب شد. حالا این میشه قسمت بیرون صورتش، پیشونیش هم از اینجا میبریم بالا. همه رو با خط صاف بکشید، اصلا قوس ندید به غیر از این قسمته. میام اینجا خط شیبدار میزنم موازی با این، میاد بیرون، از اینجا تا اینجا به 3 قسمت تقسیم میشه، میشه بینی. اینجا رو یه خورده با اتود میکشم که قشنگ متوجه بشید. حفره بینی رو میزنم، آموزش بینی رو گذاشتم و نوک بینی اینجا میشه، پره بینی هم میشه اونور، پره بینی اونوریه. بعد دیگه بینی رو حالا درستش میکنیم. خب این از بینی. لب رو هم میکشیم، لب هم اینجا یه خورده میارم شیمرتر، هفتیشو میزنم این بریه کوچکتر، این بر کشیده تر، لب بالا. یه چیز فعلا چیز ساده بکشید که متوجه بشه اینجا لبش هست. خب اینم از لبش، این بر کوچکتر این بر بزرگتر. چشمش خیلی مهمه، اینجا دقت کنید با این زاویه، این یه خط از این کنار پره بینه میبرم بالا، میشه ابتدای چشممون. انتها رو هم اینجا میگیرم، یه دایره رسم میکنم، میبینید این میشه کره چشممون، وسطش هم مشخص میکنیم میشه عنبیه. همین اندازه دایره میام از اینجا میکشم، دقیقا هم اندازه همون. ببینید این هم عنبیه و مردانکش. خب دقت داشته باشید بچه ها، حتما از اینجا بکشید، اصلا فاصله بینه مهم نباشه براتون، شما این طبق قانونی که من گفتم بکشید درست میشه. میایم اینجا چشم سرخ میکشیم، چشم سرخ هم که بهتون آموزشش رو دادم. انتهای چشم میشه اینجا، ابتدا میاد اینجا، ابتدایی ذره پایین تر هست. خط پشت چشم هم میکشیم، همینو میارم این بر، میشه ابتدای چشم این بریه. اینم از این. میبینید این شد چشماش. بچه اینجا این قسمت رفته پشت بینی ها، من کم رنگش میکنم بعدن که گیج نشید دیگه. ابرو هم که از اینجا میشه به این صورت، ابرو به این صورت دیگه. این ابروش، ابرو این بر هم میارم هم راستا با این جلو، این هم شیب دار میشه ابتدای این ابروه. این یکی ابرو هم میشه اینجاها. گوشش میشه تو این زاویه یه چیزی مابین نیم رخ و تمام رخ.
قسمتاش رو هم میکشیم. این هم میشه گوشش. خب بریم یه مو براش بکشیم. اول مرز موهاشو مشخص میکنم بچه ها. مرز مو میشه این قسمت، شقیقه میاد بالا، این قسمت و این قسمت، این میشه مرز موهاش. حالا این چهرهش چهره مردونه هست. اگه بخوایم چهرهش مثل چهره خانوم بشه باید ظرافت رو بیشتر کنیم. از کجا شروع میکنیم؟ از چشاش شروع میکنم و این قسمت گونش اینجا رو یه خورده اوستالش میکنیم، قشنگ گونش رو یه خورده بیارم داخل تر، حالت گرد بشیم. این فرو رفتگی اینجا دیگه حذفش میکنم، میشه این از این قسمت، یعنی این خط دیگه نداریمش. ببینید به این صورت میشه. چشش هم درستش میکنم. این یکی چشم هم درستش میکنیم. این هم از این. بینیش رو هم حالت گرد میکنیم قسمتاش. ظرافت کلن بیشتر میشه اینجا دیگه. لبش رو هم قشنگش میکنیم. لبش این حالتی، یه خورده حالت باز بودن هم بهش اضافه میکنم. این هم لبش تا اینجا اوکی شد. فکش رو هم باید گردش کنیم دیگه. این قسمت گردنش رو هم یه ذره میارم عقب‌تر که لاغرتر بشه. گردن خانم‌های خورده بعضیشون کشیده هست، ما هم اینا رو میاریم پایین‌تر. ببینید الان چقدر تغییر کرد. و همین راحتی خودش رو نشون داد. ابروش هم که دیگه میکشیم. اینم ابروش. حالا موهاش رو میخوایم بکشیم. بذاریم ببینم چه مدل مویی براش بکشیم که قشنگ کامل خودش رو نشون بده. مدل مو. خب یه مدل مو بلندی براش میکشیم بچه ها. از اینجا شروع میکنم یه خورده پایین تر. موهاشو از پشت بسته باشه. این قسمت ها خیلی دقت کنید اینجا. حالا بهتون میگم ریشه موها اینجاها دیگه بلند میشه. مثلا این قسمت ها میبینید چقدر بلند شد. همین حرکت ها میخواد بره به سمت این قسمت، اینجا بسته شده دیگه. این قسمت موهاش بسته شده به این صورت. این هم موه دومسبی. خب این موها از اینجا اومده همه حرکت ها به سمت این قسمت هست دیگه. این هم از موش. حالا همینجور که ظرافتشو بیشتر کنیم دیگه خودشون نشونی. موجه هاش، موجه پایینم با یه فاصله، موجه این بر، اینجا صافش کنیم برگرده این بر، موجه پایین. این هم از این اضافیش هم میتونید حالا یه خورده پاکش کنید که
کامل خودشو نشون بده. دوست داشتید گونه‌ش هم میتونید بیارید بیرون تر. ببینید به همین راحتی یه چهره با همدیگه کشیدیم. خب امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره که 100% به دردتون میخوره. لایک کنید بچه ها. امضا هم یادم رفت اینطوری بود. خب حمایت یادتون نره، برای هر کدوم از دوستاتون که عاشق هنره بفرستید که بتونن اونا به راحتی انجام بدن. دیگه ساده تر از این من ندیدم واقعیتش. خیلی راحت، خیلی راحت برید و حالشو ببرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.